پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که به غیر الله تعالی قسم یاد کنه شریک آورده است. بعضی ها قسم یاد میکنند که زنم طلاق شود، یا اگر مرم یا کور شوم یا فرزندم هلاک شود قسم میخوره. این قسم های لغو است، قسم های نادرست است. به شیر مادر و به دیگر چیزا قسم خوردن، این قسم ها واقع هم نمیشد و به سبب این قسم ها گناهکار میشد. حتی بعضی عالم ها گفتند که کلمه گرداند کسی که به غیر الله قسم یاد میکند. او الله تعالی حق دارد به هر چی قسم خورد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی پرسیده نمیشه از کاری که میکنه، ما پرسیده میشیم. ما در شریعت ما را امر کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم احدکم، یکی شما اگر قسم خوردنی باشد فلیحلف بالله، فقط به نام الله یا به صفات های الله تعالی سوگند یاد کند. به غیر نام الله تعالی قسم یاد کردن حرام است. حتی کسانی که میگویند که اگر همین کار را کنم زنم طلاق شود، میگوید این حرام است. این ممکن نیست این قسم یاد کردن. قسم به نام الله میشد فقط.